استاد سوال این گونه بود که شما گفته بودید که یک پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گفتن که از 60 سالگی اسین توبه قبول نمی شود. توبه نه برادر، عذر قبول نمیشه. توبه نه، توبه تا وقتی جان دادن قبول میشه. وقتی جان کندن نزدیک شود، جان به غرغره بیاید، جان نمیجا بیاید، کمک مان برای برآمدنش، اون وقت به قبول نمیشد. ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر. الله تعالی توبه بنده رو قبول میکنه مادامی که جانش به غرغره نبیاید. یعنی اون میت وقتی جان کندنش قرقر میکند، اما قرقر وقتش اومدگی اگر توبه کنه قبول نمیشد. توبه کتی عذر فرقش های برادر. درست فهمیدم صحبتای. بله استاد از این مثال همین بابایم هستی انگوید اکن هم مثال من هماشون به نازی میخواهم اکن و یا سینهشون 70 به درامدگی اکن وقتی سیوز ایسین مقصد اخی علمی دینشون ناز نه نماز میخوانن، بعضا وقت نماز جمعه خیلی کشاله کده میبریم همونو مثال خیلی کده مثال ما کک نبیره و یا رفته نصیحت کردن نصیحت نیو مثال گفته میتونیم که بیا نماز خوانید یا وای کنید اون گپی یا پدر و موی هم همین خیلی و از بس که پدر و مو نماز خوان نیستیم یا بابا امام خیلی دعوت کردن این فرض است، حتمی هست. میتونیم می نه، باید کنید، چون که آنها به دوزخ روان راضی هستید. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. الله تعالی میگه که اونایی که مسلمان هستید، ایمان آوردید، خودتون و اهل و عائلتون از آتش دوزخ نگاه دارید. این فرض است دعوت کردن آنها. نصیحت کنید. نصیحت به یعنی پدر و بابای به اسلوبی نصیحت نیو، به دیگر اسلوب. باید شما نماز خواندین، فرموده الله تعالی هست بابا خوانید. پدر گفته کتابی نماز برده میتید، نماز چی میکنید؟ نماز میبرید، ترغیب میکنید. یگان آشناهای و شناسای نمازخونا شما باشد کشاله کرده میبید خانه و آش کرده میتید، دعوت میکنید. خلاصه به هر راه. بله